آره الان بگیم خط ترکیستی کنم. مشکل خط داره گفته بیا چایی. این کانتین آقا بعد کجا الان کجای ما الان تو آب سنفیرو. این کانتین بعد بره کجا؟ تو آبای لوس سانتوس. به تخم. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم که با همدیگه بریم یک گروگان رو نجات بدیم. همینجور که میبینید از اینجا که منطقه LVPD هستش قراره به این منطقه بریم و داخل کشتی یک گروگان هستش. اون گروگان رو نجات بدیم و با دشمن ها فایت بدیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. برو بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. برو بریم اعزام شدیم ها. سلام و درود. هلیکوپتر؟ آقا برو عقب‌تر بالا برو بالا. بیا بالا از این بالا. بیا بالا. یا بالا جا بچه‌هاتون کجا؟ همینایی. یعنی اینقدر گروگان براتون ناچیزه. بابا اینا شما چی کار دارید؟ کشتی مشتی بابا بابا کجا میری؟ یه شرایط آزاد گروگانو او دود کشتی آقا ماشین. آقا ما یه صحبت خیلی ریزی میکنیم. انگاری که آقا یه مخبر پیدا شده جا لو داد. خب که ما داریم باید چا میبریم. خودتون هم میدونید این قضیه که دیگه کانتینر رو دیگه سالم نیستن. خب درست. این کانتینر آقا بعد کجا الان کجای ما الان تو آب سنفیرو. این کانتینر بعد بره کجا؟ تو آبای لوس سانتوس. به تخم. این کانتینر رو بعد اونجا بره. خب حالا تا جایی که ما فهمیدیم یه بنده خدایی خبرچینی کرده که آقا شما اومدید اینجا دیگه. شما هم الکی اونجا نیومدید. اومدی که مورد است. میخوام وضعیتشو چک کنم. سلامتشو چک میکنی؟ صبر. اوکی. شما چیکار میکنی؟ شما دست ما بزنین گروگان ما کشتی. خب خیلی حواستون باشه که نمیخواد با مدار. این تو شرایط داریم ما میخوام بریم اونورا به یه پولی نیاز داریم دیگه. خب 1,500 برای ما پول کنی. برو شو خب 1,500. بعد دیگه عرضم به حضورتون ملیتون هم همینجا بذارید باش. دستتون درم عزیزم بعد ما باید با هلی بریم پول رو برای شما جور کنیم. پول رو اوکی مشکلی برید پول رو بردارید بیارید بعد اینجا صحبت دیگه ای وسط میمونه. ما اینجا بریم پول رو بیاریم دوباره بخوابونیمش گروگانا بعد بریم به یه منطقه دیگه. طوری نی تو فهمی در دیوار میزنن. بعد دیگه بخواب این دیگه دوست عزیزمون رو بعد ببریم اونورتر از جزیره پیاده کنیم دیگه. بعد از اینکه گروگان رو بردیم دوباره هلیکوپتر رو برمی‌گردیم. نه بگو صحبت گوش میدم. خب بذار من یه دقیقه قایق رو نگاه کنم. آقا اجازه قایق هم چیز خوبیه. خوبی شما حال شما خوبه؟ خب آقا فرید دونه از این قایقاتون رو چیکار می‌کنی؟ یه دونه قایقاتو همینجا میذاری. دست این قایقا دیگه نمی‌زنید. اوکیه؟ به ما تقدیم قایق هم اینجا باش. آره این قایق رو تقدیم کن. دست در یه مشکل دیگه مال ما نیست، مال اوان دیگه یه که حالا مهم نیست. نه مشکلی نیست مهم نیست. خب ما بریم پولا بیار. پول آوردی شما؟ بله پول آورد. با اجازه من برم سلامت گروگان رو چک بکنم. آره بیا چک کن برو چک کن. عجب گروگان آره خوبه سالمه. سلام نوکردم سبت بخیر. چقدر بلند در جمع باشید که دیگه یه 10 ثانیه دیر می‌ریزنه حواستون باشه. کامل در سلامت هستن ایشون. فکر نکن. سلامته. خب پول ما رو بدید. همگی آماده ای؟ اونم قایقم هست دیگه. بذار ببینم. آره قایقم هست. میخواید الان هلی رو بردارید دیگه. بده پولا بده. یکی سمت راسته هنوز وایساده. یکی سمت چپ. اوه این خودتونی؟
جنازم هلی آفرین دمیجش کردم آقا. هلیو چیکار میکنه؟ چرا میاری اینجا؟ حواسم نه. هلی بلیت نزدیک بشم. وایسا درست پارکش کن. اینی که داشتی میزدی الان فکر کنم آره حاجی نیاد بغل دست من. این کیه داره میره بالا چیز این برو هلی برو. آی هلی رو زدن. زدیش الان؟ هلی دمیج. هلی خوابید بچه‌ها، هلی خوابید. بچی دان نمیشه. الکی بس خر نیاییم بر اونور نرو سوات. بچه‌ها از بغل کشتی ما میتونم برم. باش کنم از بغل کشتی، از بغل کشتی. راش بدم. نه سب کن. کجا جاش راش بدی؟ راش سمت چپ. برو. نزن اسنایپ نزن تمام میرم. برو من حواسم بهت هست. راش سمت چپ هم از این بغله برم. برو فقط آره برو من حواسم بهت هست. برو. حواست باشه. باش کسی نیست. برو. هرچی اومدی؟ من خیلی رفتم جلو. حواست باشه. باش صبر کن. دیگه سمت چپو من نمیتونم داشته باشم. ابوالفضل میدونی با چیکار کنی؟ رفته جلو یکیمون رفته جلو. باید سوار هلیشیم با چت بپریم رو اون سفیده. اینجا با اسم هرچی بزنی فایده نداره. راست میگه حواسمون نبود بابا. چت اگه هلی سالمه یکی بیاد دنبال ما. من خیلی اسمی شدم. کجا آقا هلی سالمه؟ نه. اوه یعنی ما باید شناک کنیم؟ با شنا کنیم دان میشیم. فکر نکنم نمیفهمن چون دورم هستیم ها. نه میبینن حرکتتون رو تو آب میتونن به تشخیص بدن. از دور میشه بدید. باید یه راهنمای حرفه‌ای بتونه هلیو چیز کنه. روبت چینا الان کجان؟ نه نمیدونم. علی ریکورد دیگه. آره. هلی بود وینمون 100% بوده. بذار من راش دادم. من راششون رو دادم. صبر کن من دارم. یعنی الان هلی اصلا روشن نمیشه؟ نمیدونم تست نکردیم. برو تست کن. هلیو تست کنه دیگه. روشن میشه. نه روشن نمیشه. کامل خرابه. بچه‌ها بیاید کسی نیست. 2000 years later. آها نگاه کن میگه منم این وسط هستم. گفتن این خط این الیویتوره رو نگیرید. خب یه لحظه من یه چی بگم میخوام برم. ببینید این گروگانگیری که میخواید بیاید چون تو کشتی دونه الیویتور داره. بله این الیویتوره چون باگ داره خطشو نگیرید. بله خط این اصلا نگیرید. ما هم نمیخوام خط بگیریم. خط الیویتور نباشه. گفتن که باگ خط نگیرین میایین تو. هم یه جا به بعد نیاین ما چیز داره. میگه بیا تو. کی بود؟ اچی بود. یه دقیقه بره تست کنه بیا. این بود برای یکی از دست میدیم اسماعیل زاده ولی یکی از دست میدیم ها. برم. برو یه دقیقه تو الیویتور چک کن برگرد. برم. نه برو وایسا. یه فایم بزن. میگه اینجا رو نگرفتن. اینجا رو نگرفتن. خبری نیست. خب خط گفت یه خورده جلوترش گرفتیم. آره الان بگیم تو نیستی مشکل داره. گفته بیا چایی. ترول آرپی برو ازدار اون وقتر. الان اینجا که وایسادیم پایین یکی هست یا نه؟ آقا خط دارم. بیای تو سیف. آقا یکی میاد. نوشتم برنج خسوندی. بیای تو 100% که اینجا رو خط دارن. یه لحظه اینجا بابا باریکالله خاک تو سره فدات. الیویتور رو بیایم تو الان. ببین یکی سمت راست چیزه خط.